کامیاب فیض‌الله راننده ماشینی که سببگار هلاکت آوازخوان نیکروز نیازوف گردید به 3 سال زندان محکوم شده است. روز 2 نوامبر سال 2023 در دادگاه نهایی شاه منصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند حکم کامیاب فیض‌الله 3 روز پیش صادر شد. وی بر پایه ماده 212 کودکس جنایی ویران کردن قاعده های حرکت در راه که از بی‌احتیاطی باعث به مرگ انسان شده است محکوم شده است. وکیل کامیاب فیض‌الله برای شرح حکم دستنورس بود، اما پدرش مشرف فیض‌الله رکتور دانشگاه اسلاویانی روز 2 نوامبر در صحبت حضوری به خبرنگاران آزادی گفت ماشینی که صدمه کرد از او بود، نه از پسرش، و شب حادثه پسرش ماشین را گرفته کجای رفتنی بود. صدمه‌ای که باعث مرگ آوازخوان نیکروز نیازوف گردید شام 21 سپتامبر در نزد طرفخانه بام جوان دوشنبه رخ داد و واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. کاربران با نظر داشت آنکه عامل صدمه و مرگ آوازخوان پسر منصبدار تاجیک بود گفتند که این هم یکی از موردهای بی‌اعتنایی و از خود رفتگی رانندگان جوان به قاعده‌های راه و احترام دیگران است. اما رکتور دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان مشرف فیض‌الله در این رابطه گفت از اول تقاضا کردم که همه چیز در دایره قانون بررسی شود. این خیلی فلاکت می تواند به سر هر کس بیاید، هیچ کس از این چیزها در امان نیست. پسرم اول در بازداشتگاه وزارت کارهای داخله بود، بعد به سزا گذرانیدند، برایش خوراک میبریم اما وا نخوردیم. من در مرافعه شرکت نکردم. کامیاب با سواد خودش به دانشگاه ملی داخل شد و بعد او را به دانشگاه اسلاویانی انتقال دادیم. چند زبان خارجی رو میداند. یکی از نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف که در صدمه قربان شد روز 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت اول این هفته آنها را به مرافعه دعوت کردند ولی ما نخواستیم به مرافعه رویم. رفتن چی فایده دارد؟ فرزندمان را برگردانیدن نمیتوانند، گفت او. مشرف فیض‌الله به نزدیکان نیکروز نیازوف اظهار همدردی کرد ولی نگفت که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرد یا نه. شب 21 سپتامبر در نتیجه بم برخوردن 2 ماشین گرانبها در نزد طرفخانه بام جهان در شهر دوشنبه آوازخوان 28 ساله نیکروز نیازوف که در کنار راه ایستاده بود جان باخت. مقامات گفتند یکی از ماشین ها را کامیاب فیض‌الله و ماشین دوم را نفر با نام آیت الله احمدزاده میراندند. درباره احمدزاده معلومات زیادی در دست نیست و روشن نیست که او به جوابگری کشانیده شده است یا نه. این بار اول نیست که نام فرزندان منصبداران در رابطه به صدمه‌های مرگ‌آور رسانه‌ای می شود، اما مرگ آوازخوان با استعداد و امیدبخش اعتراض ده‌ها نفر را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده بود.